تا حالا به این فکر کردی که یه تریدری که 7 سال 6 سال کار کرده چارت رو چه شکلی میبینه؟ اصلا به کندل ها با چه دیدی نگاه میکنه؟ استراکچر ها رو چطوری رسم میکنه؟ بیا اینجا من بهت میگم. ببین ساختار مارکت اصلا اون شکلی نیست که شما یه ترند لاین رسم کنی. مثال من میام اینجا یه ترند لاین رسم میکنم از این ناحیه تا این ناحیه و بعد بگم که آره ترند لاین شکست، وارد پوزیشن سل میشم توی این ناحیه. اصلا این شکلی نیست برادر من. این شکلی واقعا جواب نمیگیری. اگه واقعا این شکلی ترید میکنی مطمئن باش که جواب نمیگیری. چرا؟ چون بیا بریم یکم ریزتر بشیم توی این موضوع. چرا این جواب نیست؟ خب زوم میشم روی این کندل به خصوص. اگر این کندل رو در نظر بگیریم شاید الان فکر کنی که مثلا مارکت تموم شده، حرکت که تموم شده، شاید فکر کنی که این کندل واقعا به راحتی ها شکل میگیره. اصلا این شکلی نیست. این کندل روی ثانیه ها و میلی ثانیه ها حرکت میکنه. اینجا وقتی این کندل داره تموم میشه ثانیه های 55 56 اینجا هنوز داره رو به بالا زدن رو نشون میده. اواخر این کندله که رو به پایین میزنه و اینجا کلوز میده و بعد کندل بعدی باز میشه. بلافاصله بعد از اینکه کندل بعدی هم باز میشه پرتاب میشه به سمت پایین. خودش رو رسونده به این قیمت. یعنی تو دیگه وقت نداری که وارد بشه به معامله. یعنی معامله رو یا باید تو بالاتر میگرفتی توی این کندل ها که اینجا دوجی ها رو شکل میداده، یا این که نمیتونی دیگه ورود کنی دیگه. این رفته دیگه تموم شده بازی. به خاطر همین ورود گرفتن این مدلی اصلا غیر ممکن هستش. یا اینجا برگردیم توی این کندل ها. اینجا مثلا شاید الان ببینید که مارکت حرکت کرده به سمت پایین بعد بگی خب اینجا ورود میکنم، ولی اینجا یه مشکلی پیش میاد. دفعه قبلی که اینجا ورود کردی توی پوزیشن سل اصلا اینجا پامپش کرده به سمت بالا، انقدر رفته تا استاپ دو زده. این چیزا هستش که توی ترید کردن چالش ایجاد میکنن. اینکه صرفا یه ترند لاین بکشی بعد بگی ترند لاین شکسته شد آها میپرم تو پوزیشن سل. نداریم از این خبرها، نداریم. نظر تو چیه راجع به این موضوع؟ توی کامنت ها بهم بگو. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. اینجا کندل ها رو جراحی میکنم. Let's go.